همداران عزیز 16 نوامبر 2024 قرار داریم در بلندی های دهه چورباغی ناحیه ورزاب اومدیم باغ فریدون پیستازورش یک 300-400 تا پیسته از من خریداری کردگی بود. نشونامای پیسته هایش درجه اولی از اولی هم بلندتر. اینجا آب هم نیست. اینا چقدر آب داده شما؟ هم تویستون یا 3-4 آب دادیم شما گیت شما. سطل قطعی آب داده. نه شلان قطعی آب دادیم شما. شلان قطعی آب داده. باید علف مونده که اوش نپرد. کنی. انا ببین نشون داد. شنونده علف پرتفتگان که نم نپرد. درست؟ همداران عزیز آدمایی که در جویایی لالمی میشنونن برای آب جمع شود گفته چیکار کردن در کار؟ من نوار کن من نشون دادم. همداران عزیز من از فریدون با یک 3000 پیسته میگیرم واسه چون که زمینش کلان است خالی است. سه با کمتر میکنم واسه پیسته بیشتر میکنم خاطر چون که پیسته پول است. 1 کیلو پیسته 150 میام تاگر. من این پیسته فریدون علاقه برگوش کنیما میشه برای که علاقه این خودش ریخت. فریدون این خودش ریخت. من اینجا جوی پیوند است. اینجا جوی پیوندش است. ببینید که فریدون قریبی 1 متر دیامتر کنده یا برای است آب از بالا میبیاید. این طرف بلند کرده است و این طرف پستر کرده است چون که آب اینجا شیند گفته. آب از بلندی اومد اینجا میشیند اینجا بلندی است نمیرود. آبای بارانی. ماهی یانوار شنونده بودی درست؟ یانوار. این همین سال شنوندی همین قش شد ها؟ هم خدا. یک سال هم قش شد. این خدا خواست سال دیگه قدیما میشود. ما دیگه بودن کیس کندن. این قاق بودن. آخرش اومده گرفتگی بودی. و بولایش علف پرتوفت است دید. این علف با مقصدی نم نپرد گفته پرتوفت. ببینید علف. تاگش پرام هست. پرام هست. من این شنوندنی درخت با تمام صنعتش. وای جوری ما از دنگره زنگ زد. گفت که من 30 پیسته گرفتم همش قاق شد جواب شکی میته. گفتم آب دادی گفت آب ندادم. گفتم برکت گفت برکت. گفت با بارانای بهار برکت و بعد قاق شد. گفتم چی با آب ندادی گفت قاق شد چی آب تیم. خیلی دیگه گپ گفتن نتونستم. من این مردک در تابستان آب داده است. در تن این کنده آب رو نرسانده است. ها اونجا دادگی ها؟ گیردشته آب دادگی. کنده در رسد پیسته در رسد در کنده در پیسته خشک می شود. باید در کنده نرسد آب. یک وجب دورتر آب ایستد ریشهش نمیگیرد بس. من هم دارون عزیز بینید که اگر بوان خیلی یک جوبورچه ایسون یک جوبورچه اوسون آب دادری جوبورچه آن قدرک جمع شده به اومده پر شود اگر بهترین میشد. با اگر زمستان برف رو اینجا توپ کنید و اینجا 2-3 مرتبه برف آب شود اگر این تا تابستان نم میایستد. با بولوش خاص پرتوید اگر نم میایستد. همداران عزیز چیکاری ما کنیم باید علم نکنیم مغز سرمون رو کار فرمونیم که این خودش 120 سومون میایستد. بعد از 4-5 سال علاقه 120 سومونی هزار سومون میتد. یک تاش 5 کیلو بندد علاقه 705 کیلو پیسته کلان نمیشد. همداران عزیز دیر نکنید. نهال پیسته تمام شده است. زکات کنید هر چی تیزتر. من برای شما میبرم. فریدون چند تا میبریم خدا خواهد امسال داد شما؟ خدا خواهد 3000 دونه. 3000 دونه فریدون دا میبریم. منم ادیرودا همش میشنونیم. اگر همین رفتار فریدون باشد فریدون بعد از 6-7 سال خدا خواهد دیگر نظرش شکن نمیگیرد. در پناه خدا باشد هیچ وقت دیر نکنید هر چیز تیزتر از من زکات کنید. همداران عزیز نهو رو من خودم یک دوم تیم. یک تا پیستی کلان دیدم. این پیوندی میه یا بی پیوند؟ پیوندی بس. این یک تاش پیوندی یک تاش بی پیونده ایجا. امسال میبینیم همین میترسم گلخونه نباشد. آن همینه؟ فکر میکنم گلخونه است. این اگر گلخونه باشد این پیسته شما در 2 سال بند اگر این رکورد میزنیم که ما ها همداران عزیز در پناه خدا باشید همین پیسه رو زری نظارت میکنیم بهار میبینیم کنی گل میکند یا نه. در پناه خدا باشید. من انتظاری رقم تلفن شما در واتساپ زنگ زنید. واتساپم رو میمونم پیسته زکات کنید. خود 10 دانه شنونید در پشت خونتون اما پول نیست میشد میرود. همداران عزیز در پناه خدا باشید.